نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که در حفظ و در پناه الله رب العزت و الجلال باشید. دوستان عزیز و گرامی، در دنیای قرار داریم که در آن جنگ ها و ویرانی هایی صورت میگیرد و جنگ های خانمانسوزی که باعث می شود دل و دماغ انسان بسوزد و انسان، چه بسا انسان هایی که تحت چتر چنین زندگی آنها به مشکلات روانی دچار می شوند. امروزه که در پایان جنگ میان فلسطین و یعنی غزه یا همان حماس و اسرائیل قاصد قرار داریم، در این روزها سخن از توافقی که میان اسرائیل و حماس صورت گرفته، ما شاهد چنین یک رویداد و رخدادی هستیم. در اذهان، در فکر و تفکر عمومی چنین جلوه میکنه که یعنی کفار، کشورهای غربی، خصوصا در رأس آنها آمریکا، اینها حامی و پشتیبانی از حقوق بشر میکنند و اینها کشورهایی هستند که به عنوان الگو و نمادی برای پیشرفت و ترقی و خیرخواهی و اصلاح هستند. ظاهرا که چنین نمود داره و این کشورها، یعنی کشورهای غربی، چنین وانمود میکنند. اما چیزی که طی سالهای گذشته آشکار شد و برای همگان هویدا و معلوم شد این است که جنگ میان کفر و اسلام سابقه دیرینه دارد و مسلمان ها از دیر مدت با کفار سر ستیز داشتند و در حقیقت میتوان گفت که مسلمانان هرگیز به عنوان شروعگری در میدان نبرد و جنگ نبودند. یعنی میتوان گفت که 90% جنگ هایی که میان مسلمان ها و کفار صورت گرفته حالت تدافعی داشته، نه حالت تهاجمی که یعنی مسلمان ها رفته باشند کشورهای دیگر را یعنی استعمار کرده باشند و اینها. لذا میتوان گفت که یعنی تشخیص میان خوب و بد، میان این که چه کسی با حامی حقوق بشر هست و چه کسی نیست، میخواهم روی این موضوع تاکید و صحبت کنم و سخنرانی بکنم. دوستان عزیز و گرامی، رسول خدا صلی الله علیه و سلم او به عنوان یگانه شخصی که منجی بشریت هست ایفای نقش کرد. او پیامی را برای بشریت آورد که انسانها را از خطگاه جهنم و جهالت به سوی صبح روشنایی و صبح خوشبختی سوق داد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از وفات خود اصحاب جان‌نثاری را بر جای گذاشت که آنها با تعقیب نمودن و با رفتن در راه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خود بهترین سنت و طریقه را به جا گذاشتند و اونها بودند که جهان آن زمان را تغییر دادند، جهان آن زمان را دگرگون ساختند. لذا دین اسلام فقط دینی است که ضامن خوشبختی یک انسان هست. سوالات زیادی مطرح می شود، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی، که آیا واقعا یعنی اسلام، وقتی که دانشمندان و دعوتگران میگویند که اسلام حامی حقوق بشر هست و اسلام نجات بخش زندگی انسان ها هست، آیا واقعا چنین هست؟ بله، با یقین میتوان گفت که اسلام یگانه دینی است که سعادت را به ارمغان می آورد. شما ببینید، یعنی در اسلام ما موضوعی داریم به عنوان جهاد. مسلمان ها وقتی به جهاد می روند به خاطر اینکه کشورهایی که یعنی بگیم توده‌های عظیمی که بر علیه مسلمانان خیزش میکنند و میخواهند که آرامش مردم را، زندگی مردم را به ویرانه تبدیل بکنند، زندگی انسانها را مختل بسازند، اینجاست که مسلمان ها به خاطر دفاع از خود حرکت میکنند و جهاد میکنند و نبرد میکنند و پیکار میکنند با کفار و با مهاجمین و با استعمارگران. ولی سروران عزیز و گرامی، هرگز اسلام نگفته که تو در میدان جهاد و نبرد پیرمردان را بکشید و به زنها بی‌ترحمی بکنید، رحم نکنید. هرگز چنین چیزی را نگفته، بلکه در عوض رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان دادند که یعنی در میدان جهاد و نبرد اطفال را نکشید، با زنان کاری نداشته باشید، با پیرمردان کاری نداشته باشید، با اشخاصی که ناتوان هستند، کسانی که در کلیسا و در همان عبادتخانه خود، در صومعه خود هستند، با آنها کاری نداشته باشید، با آنها صدمه وارد نکنید. در تاریخ اسلام بزرگترین نمونه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب او هست. اصحاب از جمله اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم
فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وقتی که بیت المقدس را فتح میکنه، یعنی چنین عمل کرده را با کفار می‌داشته باشه که بدون اینکه خونریزی صورت بگیره، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آن شخص دلیر و دلاورمرد تاریخ اسلام میرود حتی از کلیساها دیدن میکند و دستور میدهد که هیچ کسی حق ندارد به کسی دیگری ضربه‌ای برساند، ضرری را برساند، آسیبی برساند. این است که مردم، یعنی همان یهودی ها و همان اشخاصی که با ادیان مختلف زندگی میکردند، وقتی میبینند که مسلمانان با چنین مروت و با چنین خلق نیکو و حسن خلق رفتار میکنند، همه آنها، یعنی بگیم اکثریت آنها مسلمان میشوند بدون این که زور و اکراهی بر آنها بشه. پس میبینیم که یعنی ما موارد دیگری هم داریم که برخورد مسلمان ها با کفار چنین بوده. پس اما بیاییم ببینیم که آیا طرف مقابل کفار هم همینطوری یک رفتاری با مسلمان ها داشتند؟ بگذاریم از تاریخی که جنگ های صلیبی که با صلاح الدین ایوبی رحمت الله تعالی علیه انجام گرفته که اونها چقدر غارت میکردن، هجوم میآوردن صلیبی ها، میدیدی که مثلا اموال مردم را به غارت میبردن، جنگل ها را به آتش میکشیدند، دارایی مردم را شور و تفاون میکردند. از این که بگذاریم، یعنی میتوان بسیار موارد دیگری از این قبیل پیدا کرد، اما خصوصا در این اواخر دیگه خیلی بی‌آبرویی برای کفار درست شد. خیلی همان حرف‌های پوچ و بی‌محتوایی که قبلا می‌زدن به عنوان نمیدونم حقوق بشر و اینها، امروز دیگه خیلی آشکار شد. مانند این که بگوییم یعنی خیلی واقعا دروغ‌های شاخداری گفتن برای انسان‌ها. 67,000 یا بیش از آن این همه انسان را در فلسطین و در غزه شما قتل عام کردید. یعنی بگیم از